گفت که آقا غذا چی دارید؟ گفتم که ما قورمه داریم و میرزا قاسم بیاد داشت. گفت بیاریم. گفتم قورمه غذای سنگینیه، یکم بود دنبه میده، چرب. گفت بیار این وسایل چایت اینقدر تمیزه که ما همون هر چی باشه. کل این مدتی که اینا بودن همون یه مشتری رو داشتیم. رفت دیدم خیلی سرد برخورد کرد و رفت. گفتم علی چی شدی؟ خدا چی؟ گفتم سفره‌شو ببینم زنبوری چیزی نبوده. گفت نه قشنگ خورده بودن. تختشو نگاه کردیم دیدم نه همه جاش مال همه چی خوب بوده. 10 دقیقه بعد برگشت. گفتم اوه علی هر چی بود عصبانی برگشت. علی گفتم اگه حتی بر خود تندی هم کرد چیزی نگی، زد تو گوشم هم چیزی نگی، عصبانی که 10 دقیقه برگشته. اومد و پارک کرد، من همونجا قلبم میزد خدا چی شد. خیلی با ادب بود، خدا نگهدارش. زندگی ما رو این خانم عوض. گفت آقا ببخشید ما با شوهرم گرم صحبت بودیم، فراموش کردیم از شما تشکر کنیم. رد شدیم رفتیم پایینتر 4 کیلومتر فاصله. این 4 کیلومتر رو برگشته بود که از من تشکر کنه. گفتم خانم با وظیفه بود. گفت نه این غذا این برخورد اینجا اینقدر تمیز اینقدر مرتب واقعا شما فراموش که تشکر اومده بود که تشکر کنه. اونجا من یک جرقه‌ای به ذهنم زد، با خودم بودم جواد 4 کیلومتر برگرده تشکر کنه، این شغل خوبیه. از اون موقع من به بچه‌هام یا دوستان میگم این تشکر رو جدی بگیرید.